بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 30 قوس 1304. عزیزان بیننده، اینم نمای قریه ما که از لطف خداوند از دیروز لباس سفید در بر کرده. یک برف بسیار خوب باریده است. این برف را برای قریه ما و مجموع مناطق جاغوری تبریک عرض می نمایم. امیدوارم در روزهای و ماه‌های بعد در این فصل زمستان این برف باری ادامه پیدا کرده از لطف خداوند خیر و برکت شامل حال منطقه ما شود و از اینکه سال گذشته بسیار خشکاوی سخت را تجربه کردیم، از خالق توانا خواستاریم که امسال در رحمتش را بگشاید، برفهای زیاد در مناطق ما ببارد و به خشکسالی‌ها و خاتمه داده شود. عزیزان، این نمای قریه ما در روز 30 قوس که کوتاه‌ترین روز و شب آینده که شب یلداست بلندترین شب است، این برف باری و این لباس سفید را برای مناطق جاغوری و قریه خودم تبریک عرض می نمایم. با امید سلامتی و خیر و برکت در سال آینده. و السلام.